از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خرمدیار. شهر دوشنبه پایتخت دولتداری نوین تاجیکان واقعاً پیش از همه دقت مهمانان و سیاحان داخلی را به خود جلب می‌کند و با زیبایی‌ها مفتون. درود می‌گوییم به کل آنهایی که عین حال گوش به موج رادیوی تاجیکستان دارند. اکنون برنامه خرمدیار را پیشنهاد شما می‌نماییم. موضوع‌های سیاحی زیادی را معرفی کردیم و درباره‌شان گفتیم. این نوبت خواستیم درباره شهر دوشنبه، یعنی مرکز فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مهم وطن عزیزمان گفته باشیم و از امکانات سیاحی آن نیز آگاه گردیم. بخش چند دلیل. شهر دوشنبه رسما سال 1924 پایتخت تاجیکستان اعلان گردید. آن زمان آنجا یک دهه خرد بود که در روزهای دوشنبه بازار تشکیل می گردید. نام دوشنبه از کلمه تاجیکی دوشنبه گرفته شده است که معنای روز دوشنبه را دارد. این به بازار هفته‌انه پیشینه شهر اشاره می شود که در همین روز برگزار می شد. در دوشنبه باغ بوتانیکی موجود است که سال 1933 تشکیل شده است. در آن زیاده از 4500 نمود رستنی ها از سراسر جهان نگاه داشته می شوند. در مرکز شهر مجسمه اسماعیل سامانی جایگیر است که با بلندی 25 متر یکی از رمزهای شناخته دوشنبه می باشد. در پایتخت کولی صنعی کلان با نام کولی دوشنبه موجود است که یکی از جایهای دوست داشته سیر و گشت ساکنان و مهمانان می باشد. یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه، کوچه رودکی، به شرف شاعر بزرگ فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی نامگذاری شده است. شهر دوشنبه مرکز اساسی علم و معارف تاجیکستان می باشد که در آن دانشگاه ملی تاجیکستان و اکادمیای علم‌ها جای گیرند. باغ غلبه در دوشنبه سال 1975 در 30 سالگی پیروزی جنگ بزرگ وطنی افتتاح یافت و یادگاری مهم برای خاطره قربانیان است. مسجد مرکزی دوشنبه که سال 2023 پورا به استفاده داده شد، یکی از کلانترین مسجدهای آسیای مرکزی می باشد. یکی از اولین مهمانخانه های دوشنبه، مهمانخانه تاجیکستان، در سالهای 50 ساخته شد و امروز هم یک یادگاری معماری دوره شوروی به حساب می رود. بخش دامان گلفشار. شهر دوشنبه پایتخت همسال تاجیکستان سالهای 1929 1961 با نام استالین‌آباد شناخته می شد و از همان زمان دارای اهمیت جمهوریوی، بزرگترین مرکز علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اداری کشور بود و هست. حالا اندک معلومات از تاریخ شهر دوشنبه برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. در سند بازمانده از سال 1826 این شهر دوشنبه قرغان نامیده شده است. قلعه دوشنبه در کناره چپ رود ورزاب جای داشته و هر روز دوشنبه در نزد آن بازار برگزار می شد. نام کنونی پایتخت تاجیکستان یادآور همین بازار است. از بس که این جای را دوشنبه بازار می گفتند، دهکده‌ای که با گذشت زمان در جای دوشنبه بازار پیدا شد، دوشنبه نام گرفت. سال 1924 دوشنبه به شهر تبدیل یافته پایتخت جمهوری مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اعلان گردید. در سال 1961 شهر به نام اصلی خود برگردانیده شد، اما با املای درست به دوشنبه عوض کرده شد. حدود امروزی دوشنبه تقریباً 2300-2400 سال پیش از این تمدن شهرنشینی موجود بوده است.
دلیل این بازیافت‌های نادری باستانشناسی خرابه‌های شهرستان، باقی‌مانده‌های دیمنه، ارک و قلعه، دخمه و دفنگاه‌ها و سکه‌های قدیمی میباشند که از حدود دوشنبه و موضع‌های اطراف آن یافت شدند. باستانشناسان تاریخ دوشنبه را به سه دوره قدیم، عصرهای میانه و دوره نو یا اینکه اساسی تقسیم میکنند. دوشنبه تاریخی در قسمت شرقی وادی حصار واقع است. دوشنبه تاریخ بیش از 2400 ساله دارد که از روی بازیافت‌های باستانشناسان منسوب مدنیت حصار است. مدنیت حصار تمدن باستانی عهد نئولیت بوده، آخری دوره عصر سنگ را در تاجیکستان مرکزی و جنوبی فرا می‌گیرد که به هزار ساله‌های 72 تا میلاد منسوب است. کاوش‌های باستانشناسی در حدود دوشنبه از جانب کشورشناسان چیلیتکو و سالاچینسکی سالهای 30 عصر 20 آغاز یافتند. سالهای 1941 باستانشناسان در قسم شمال و شرقی شهر دفینه‌ای را کشف نموده از آنجا مقدار زیادی سفالپاره‌ها را پیدا کردند. چنین مصنوعات سفالی از حدود کارخانه‌های بافندگی نیز یافت شدند. از دوشنبه و اطراف آن تا سال 2004 3684 سکه پیدا شده است که اکثر آنها به 12 دفینه و اینچنین 64 نمونه سکه های جداگانه منسوبند. یادرس می شویم که طول عصرهای میانه مردم بکیگری حصار و بایسون و دهنه، تاجران ترمیز و سمرقند و ختلان و وخش و قبادیان، درواز و قراتگین و فیض‌آباد هر روز دوشنبه در موضع‌های دوشنبه امروزه بازار تشکیل می‌کردند. سال 1907 بر اثر زمین لرزه خرابی‌آور در قراتاق و حصار بکی حصار شاه مردانقل با اویلش به دوشنبه کوچیده دوشنبه را پایتخت بکیگری قرار داد. اهالی دوشنبه سال 1920 تقریباً 18-20 هزار نفر بود. در این دوره حکومت مأموری را بکی حصار اداره می‌کرد که املاکدار دوشنبه تابع او بود. دوشنبه با اهالی کمتر از 500 نفر شهر و پایتخت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اعلام گردید. 2 سپتامبر سال 1926 مجلس ریاست کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان طرح نو دوشنبه را بررسی نمود. ماه اپریل سال 1927 سویت کمیسران خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان درباره ساختمان شهر دوشنبه قرار قبول کرد. از آخر سالهای 80 و اول سالهای 90 عصر 20 در دوشنبه و تمام مملکت دیگرگونی‌های جدی به عمل آمد. 24 آگوست سال 1990 بعدی در اجلاسیه دوم شورای عالی جمهوری تاجیکستان قبول نمودن اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان دوشنبه همچون پایتخت دولت و مرکز یگانه اداره دولتی تاجیکان اعتراف شد. دوشنبه از سال 1991 پایتخت دولتی صاحب استقلال تاجیکستان گردید. در دوران استقلال به بنیاد گردیدن مجموعه و کاخهای معماری و فرهنگی، خیابان‌های کوچه‌های وسیع منفرش، عمارت‌های مأموری و اقامتی، کارخانه‌های صنعتی، مؤسسه‌های معرفتی و علمی و ادبی دوشنبه به یکی از شهرهای باشکوه جهان تبدیل یافت. دوشنبه از 4 ناحیه مأموری اسماعیل سامانی، شاه منصور، فردوسی و سینا عبارت است. دوشنبه از قسم شمال با ناحیه ورزاب، از شمال شرقی با ناحیه رودکی، از قسم غرب با شهر حصار هم سرحد است. واقعاً هم زیبایی‌های امروزه دوشنبه قابل ستایش است. شنوندگان گرامی، برنامه خرمدیار بود مهمانی کشانه های شما روی موج رادیوی تاجیکستان. در تهیه برنامه امروز سهم داشتیم محرر و راوی گنجین رجبزاده، کارگردانی برنامه جمعخانی مراد. ما رو همراه باشید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.